درود بر همیهنان بزرگوار. سرباز تکاور حمیدرضایی هستم از کمپین بازگشت شاهزاده جنبش ملی آزادیخواهان ایران و ارتش ملی ایران، ارتش شاهنشاهی، در خدمت شما و میهمان خانه‌های پرمهر شما. در ایران عزیز اشغالگران همچنان به اعدام‌ها ادامه میدهند. اعدام‌ها متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. همان گونه که عرض کردم والنصر فی الربع یک لحظه نباید متوقف شود. اگر پیروزی می‌خواهی تولید وحشت کن و این عملی است که فرقه اشغالگر ایران 47 سال است به خوبی پیاده کرده. افزون بر اون تزریق کردن یأس و ناامیدی در جامعه است که بسیار با قدرت این کار رو دارن شبانه روز انجام میدهند به اشکال مختلف، به خصوص در دنیای مجازی. افراد مختلف در لباسهای مختلف، در فرمهای مختلف، در جنسیتهای مختلف به این کار پرداختند و همزمان با والنصر فی الربع بایستی یأس و ناامیدی به جامعه القا شود. همان گونه که فقر برنامه ریزی شده در ایران، همان گونه که فحشا برنامه ریزی شده در ایران، اعتیاد برنامه ریزی شده در ایران، بیماری برنامه ریزی شده در ایران، همه اینها با برنامه ریزی دقیق پیش می رود. کاری که می کنند تولید یأس و ناامیدی است تا شما به عنوان یک ایرانی، چه زن چه مرد، به جایی برسی که بگویی من از پس اینها بر نمیم، ما از پس اینها بر نمیایم، اینا ماندنی هن. بزرگان نتونستن اینها رو جابجا کنن. آمریکا با اون قدرتش نتونست اینها رو جابجا کنه، در حالی که همه اینها برنامه ریزی شده. اونهایی که سیاست جهانی رو اداره می کنند به دنبال منافع خود هستند و برای حفظ منافع خود قتل عام میلیون ها انسان رقمی نیست. فکر هم به آن نمی کنند. حتی هیچ اتفاقی نیفتاده. به همین دلیل این رفتار را مشاهده می کنید. فرقه شیطانی در بدترین شرایط قرار گرفته. خامنه‌ای که چیزی ازش باقی نمونده، یک کیسه پلاستیک شاید 2 کیلویی است، اونم هیچ تضمینی وجود نداره که اون 2 کیلویی هم که تو اون کیسه پلاستیک هست مربوط به خامنه‌ای باشه. میتونه مربوط به حسن قلی باشه که محافظش بوده. به هر حال چیزی ازش باقی نمونده که بخوان دفع کنن. مجتبی هم که اصلا پودر شده، اصلا وجود خارجی نداره، نیست. از اول هم نبوده، از همون روز نبوده. ابزاری است که سپاه برای کنترل جامعه از اون داره استفاده میکنه و خیلی هم خوب استفاده کرده. اون سپاهیایی که اون بالا نشستن خیلی خوب برنامه ریزی کردن و با تصویر یک مجتبی مقوایی به جامعه القا کردن که مجتبی هست و رهبری وجود داره، در حالی که وجود خارجی نداره. در روز اول هم نداشت. خودشون هم اینو خوب میدونن.
نهایتا یک جایی مجبور بشن اینو بیان کنن، اما فعلا برای کنترل جامعه باید این نقش رو بازی کنن. جام جهانی در پیش است و اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد. ترامپ میخواهد به اصطلاح جام جهانی را در کمال آرامش، نظم و اقتدار پیاده کند. فرقه شیطانی کمپش در مکزیکه، البته هنوز ویزا نگرفته، ولی قراره در یک شهر مرزی با لس آنجلس با کالیفرنیا باشه که از مرز مثلا 1 رو راه هست، کمتر از 1 رو، یعنی درست اون ور خط که بری شهر شروع میشه. و خب این شهر 10 سال پیش در واقع رده اول خطرناکترین شهر جهان رو داشت. 10 سال پیش رده اول بود. الان جز 10 شهر اول خطرناک جهانه، چون مافیاهای مختلفی اونجا مشغول هستن و کنترل میکنن. و خب مافیای فرقه شیطانی هم حالا شده یه مافیا دیگه اضافه شده. حالا این مافیای خورده سرشکلش فرق میکنه، اما قرار شده ویزای 5 ساعته بهشون بدن، اینا فقط بیان برن تو استادیوم خودشونو گرم کنن، برن تو زمین بازی کنن، بزنن 4 تا تو سرشون، برگردن سوارشن برن اون ور مرز کپلالا کنن. 3 تا بازی دارن، 3 تا ویزای 5 ساعته بهشون میدن، میشه 15 ساعت، یعنی در مجموع 24 ساعت هم ویزا ندارن. ببین چقدر تحویلشون گرفتن، ببین چه رفتاری دارن میکنن باهاشون و اینقدر فاقد شخصیت و غرور هستن که همه اینا رو پذیرفتن. شهر محل کمپشون هم فدراسیون جهانی بهشون پیشنهاد کرده که بیاد تو این شهر کمپتون اینجا داشته باشید. البته عرض کردم هنوز ویزای مکزیک رو هم بهشون ندادن. جنگ و گریز ادامه دارد. این موشک بزن اون موشک بزن هست این بازی. فرقه شیطانی هم کویت رو میزنه، امارات رو میزنه، عربستان سعودی، بالاخره شلیکی میکنه و یک جایی رو هدف قرار میده. ترامپ در اون مدتی که جنگ بود، یعنی 40 روز جنگ، 25 میلیارد دلار، نه میلیون، 25 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشت و ترامپ با محاصره اقتصادی میخواد این هزینه رو بیاره پایین، یعنی میخواد بیشتر از این هزینه نکنه. در واقع به دنبال اینه که هزینه رو بیاره پایین، تلفات هم نداشته باشه. میگی تلفات رو بذار خود مردم ایران بدن، هزینه رو هم بذار خودشون بکنن. باز زدن کشورهای عربی منطقه خلیج فارس احتمالاً داره به این سمت و سو میبره که نهایتاً این کشورها بیان پیش ترامپ و بگن بابا ما هزینه رو میدیم، کارو تموم کن. چون 2 تا حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا این که اینا نمیخوان این فرقه بره کشورهای منطقه که با همین وضع باید ادامه بدن، یا این که نه، کلافه میشن از این موشک پرانی و نهایتا میگن ما هزینه رو میدیم، تو دیگه نمیخواد هزینه کنی، الان هم فکر میکنم دارن میدن و کارو تموم کن. چون ترامپ بیزنسمنه، سیاستمدار نیست. ترامپ بیزنسمنه، دنبال پوله، دنبال کسب درآمده، یعنی از هر چیزی سعی میکنه پول بسازه برای آمریکا. برای همین هم دو فرقه مثل فرقه شیطانی رو اونجا نگه داشتن، چون وجود یک همچی فرقه ای
در اون منطقه باعث میشه که اماراتی که سر تا پاش قد یزدان نیست بیا 400 میلیارد دلار هواپیما بخره، هواپیمایی که اصلا نمیتونه از زمین بلندش کنه، ولی وجودش باعث میشه که اینا اینجوری هزینه کنن. این درآمد برای آمریکا. برای همین پادشاه مرتب تکرار میکنه به خودتون تکیه کنید.